وقتی وارد بیمارستان یا مطب میشین، اولین جایی که بررسی میشه مهمترین ارگان شما یعنی پوستتونه و اگه یکی از این مشکلاتی که بهتون نشون میدم رو داشته باشین حتما باید بررسی بشه. نگران نباشین، بعضی از این مواردی که دیده میشه میتونه دلایل خیلی متنوعی داشته باشه، اما من مهمترینش رو بهتون میگم تا در صورت نیاز حتما بررسی کنید و پیش متخصص برید. اگه میخوای باشی سالم دیگه نشی مریض دائم، دکتر بابک اینجاست با چکاپ کامل. اگه پوستتون به راحتی کبود میشه و همه جای بدنتون کبودی‌های مختلف میبینید، ممکنه خون شما مشکل داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی خونتون جاهایی که نباید داره لخته میشه. اگه روی پوستتون همچین اثرایی میبینید، بهش میگن اسپایدر آنژیوما یا عروق عنکبوتی. رگای عنکبوتی معمولا توی مشکلات کبدی یا هم زمان بارداری ایجاد میشن. خیلی ارتباطی به هم ندارن، اما دیده شده که مشکلات هورمونی میتونن عامل ایجاد شدن این عروق بشن. اگه پوستتون زرده و به خصوص سفیدی چشمتون زرد شده، حتما باید کبدتون بررسی بشه. ممکنه شما الکل زیادی مصرف کرده باشید. البته زردی پوستی که به خاطر مشکلات کبدی باشه میتونه غیر الکلی هم باشه، اما حتما باید کبدتون بررسی بشه. اگه پوستتون دائما رنگ پریده و سفیده، ضربان قلبتون خیلی زیاده، توی نواحی مثل دور چشم، لبتون یا دور انگشتاتون رنگش به سمت سفیدی میزنه و خیلی پریده است، میتونه به خاطر کمخونی شدید باشه. حالا چرا ضربان قلبتون تند میزنه؟ وقتی خون شما کمه و به خوبی کار نمیکنه گلبوله‌های قرمزتون برای رسوندن اکسیژن به بدن، قلب مجبور ضربان خودش رو ببره بالا تا اون کمخونی جبران بشه. اگه از این خالهای کوچولو توی بدنتون دارین و بیشتر از 50 تا هستن، احتمال اینکه شما سرطانی به نام ملانوما داشته باشین خیلی بالاست. ممکنه این خالها اصلا سرطانی نشن، اما دیده شده افرادی که از این خالهای گوشتی خیلی برجسته بیشتر از این تعدادی توی بدنشون دارن، احتمال اینکه ملانوما بگیرن خیلی بیشتره. پس حتما باید آمار خالهای بدنتون رو داشته باشین. اگه شما یه زخم روی پوستتون دارین که مدت هاست خوب نمیشه، دائما خونریزی میکنه و ترمیم نمیشه، متاسفانه باید بگم که احتمال خیلی بالایی وجود داره که شما سرطان پوست داشته باشین. بله، گفتن این موضوع خیلی راحت نیستش، یکم هم ترسناکه، اما مهمترین عامل ایجاد زخم‌های پوستی که خوب نمیشن سرطان پوسته. اگه توی بدنتون به خصوص نواحی دور گردن، زیر بغل یا کشاله رانتون همچین رد سیاهی دارید که بهش میگن آکانتوزیس نیگریکانس، ممکنه شما دیابت داشته باشین. دیابت یا همون مرض قند یکی از عوامل خیلی مهمیه که میتونه همچین تغییرات پوستی بده. اغلب مردم میان پیش من و میگن که تغییرات پوستی داشتم، یه آزمایش کبدی بنویسین. همینطور که دیدین خیلی از این مشکلات پوستی خیلی ارتباط مستقیم با کبد نداشتن و میتونن علتهای مختلفی داشته باشن. اگه شما هم از این لکه های کوچولو به خصوص دور چشم و توی این نواحی دارید، باید بدونید که چربی حیوانی مصرفیتون رو باید کمتر کنید. اسم این زایده ها گزانتلاسما یا زانتلاسما هستش. زانتلاسما به خاطر کلسترول بالا ایجاد میشه. نحوه درمانش هم خیلی آسونه، اما حواستون باشه اگر میخواین بیشتر نشه باید مصرف چربی حیوانیتون رو کمتر کنید. اگه از این رد روی پوستتون دارین، احتمالاً شما درماتیت تماسی دارید، به خصوص در افرادی که جواهرات خاص میندازن دور گردنشون، دور انگشتشون یا جاهای مختلف بدن، واکنش شدید پوستی ایجاد میشه و شما خیلی راحت میتونید رو رد اون جایی که اون جواهر یا بدلیجات یا هر چیز رو انداختی ببینیدش. معمولاً تشخیصش خیلی سخت نیست، ولی باید بدونید که دیگه اون ماده رو نمیتونین روی بدنتون استفاده کنید، چون پوست بدنتون شدیداً نسبت به اون آلرژی داره. توی کامنت ها از مشکلات پوستی دیگه‌ای که میتونه توی بدنمون ایجاد بشه نام ببرید تا من براتون توضیح بدم که چه مشکلی میتونه باشه.